بر شما. 10 مهر ماه 1394 خورشیدی و 2 اکتبر 2015 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به زمینخواری رایج در ایران. پرده آخر هم خواهیم داشت. خب، استانهای شمالی اردبیل، تهران، البرز دارای بیشترین تخلفات در حوزه زمینخواری و تصرف زمین هستند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید کلاردشت با استناد به چند هزار واحدی که به طور غیر مجاز در این شهرستان ساخته شده رتبه نخست را در حوزه زمینخواری دارد. اگر کلاردشتی وجود دارد به واسطه این طبیعت جلوه‌های زیبا و جنگل هاست. به همین منظور اگر فردا روزی این جنگل ها تخریب شود و به صورت شهر درآید دیگر کلاردشتی نیست. ضمن اینکه حیات مردمان بومی نیز در صورت از بین رفتن جنگل ها و منابع طبیعی به خطر می افتد. منابع طبیعی میگه مشکل وزارت مسکنه. منابع طبیعی آقا چیکار باید کرد که حقشو بتونه بگیره؟ یعنی چه ابزار قانونی باید اضافه بشه به منابع طبیعی که با قدرت‌تر بتونه جلوی اینا واسطه؟ باید برای بقیه اون دستگاه‌ها تعیین تکلیف قانونی بشه که اونا ملزم بشن بدون استعلام از منابع طبیعی سند صادر نکنن. یعنی یکی از چالش‌ها رو شما تو ثبت می‌بینید. بله، متاسفانه. البته ببینیم، بذاریم بریم جلو. تیکه تیکه صحبت‌های مسئولان جمهوری اسلامی رو که خیلی وقتا متهم کردن همدیگه است و هر حال وقتی گیر میکنن در این زمینه هم اینجوری‌ها نیست که آقای مدیر کل میگه. خود منابع طبیعی ببینین چقدر دستش تو کاره. طرفای همون کلاردشت مازندران این دفعه ردش رو تو ارتفاعات مازیچال کلاردشت زدیم و از پای کوه راهی قله شد. اینجا هم اتاقک نگهبانی منابع طبیعی، بریم با هم ببینیم. اتاقک نگهبانی مازیچال 25 سال قدمت داشت و به گفته خود نگهبان تو 1-2 سال گذشته این اتاقک حالت نمادین داشته و از نگهبانی خبری نیست. مگه شما رو نذاشتن اینجا که موضوع اینجوری؟ ما از با مجوز اداره کل منابع طبیعی حمل مساله آزاده. یعنی در واقع شما رو اینجا گذاشتن که مواظب باشین، ولی اونورم مجوز میدن، صادر میدن، میره بالا. مساله میره بالا. کسی هم چیزی بهشون نمیگن. اینجا ما هم جلوشون میگیم آقا ما مجوز داریم. سوال اینجاست که چرا سازمانی که وظیفش حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مجوز ساخت و ساز تو خود منابع طبیعی میده؟ خیلی جاها هست که میان یه تیکه زمین میگیرن، ثبتش هم میکنن، بعد یعنی توسعهش میدن، یعنی همین طوری اطراف اون زمین رو گاه 10 برابرش رو تصرف میکنن بی حساب کتاب، بی مجوز حتی. بعد میرن با زد و بند ثبت رسمیش میکنن. اینجا منطقه نیدره سو بزرگ لواسان، شهر لواسان هستش. در سال 70 10,000 متر زمین خریداری کرده که با 29 هکتار تجاوز مجموعه رو به 30 هکتار توسعه داده. حداقل ارزش این مگ از متر 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان می باشه. 300 میلیارد تقریبا حداقل قیمت این 30 هکتار زمین هستش با قیمت امروز منطقه سو بزرگ. بعد اینا قطع بندی شده یا نشده هنوز؟ اینا سند شده و قطع بندی چه از طریق درختکاری و فضای سبز همونطور که مشاهده می‌کنید، ولی دیوار کشی نشده. دیوار کشی نشده، ولی درختات قطع بندی شده که همه اینا بله سند دارن. همه در آینده ویلا میشه و همه هم ظاهرا سندای قطعات تفکیکی دارن. خب مجوز اینو کی سند و اداره ثبت زده این سندو برای اینها؟ ثبت لواسان با تمدید آیین نامه ماده 147 مالک توانسته استفاده کنه از قانون ثبت و این قطعات رو تفکیک کنه و سند بده. زمینی که خرید حدود 15-20 میلیون خرید 10,000 متر اولیه رو، ولی با توسعه که داده منطقه رو تا 30 هکتار توسعه داده که تصرف متجاوز هست. ما دلمون از این میسوزه که من شغلم دامداریه، این مسیری که باید گوسفند به چره چیز بکنه، اقلا ما اگر اینجا بخوایم 500 تا بره تولید میکنیم 50,000 نفر این جمعیت ایران ازش استفاده میکنه. دیگه چراگاه دام ما تموم شده، بسته شده. باید بریم یونجه کیلو 1000 تومان بخریم بیاریم بدیم به این حیونا بخورن که بتونیم اینجا زندگی کنیم دیگه.
مجموعه ساختمان‌هایی که مشاهده می‌کنیم در انتهای سرو بزرگ و نزدیکترین فاصله با آب دریاچه سد لطیان هستش که از حدود 14 سال قبل این مجموعه شروع به ساخت و ساز شد که امروز شما شاهد اون هستین و تحت منطقه جغرافیایی شهر لواسان اینجا محسوب میشه. متاسفانه بدون مجوز افراد متمول و سودجو میان اینجا ویلا سازی میکنن و ارزش افزوده زمین ایجاد میشه و زمینایی که کشاورزی باید بشه و دمزار بوده تبدیل به ویلاهای مسکونی آنچنانی میشود برای افراد. الان که دید اینجا زمین لواسون به پور رسیده، برگشتن اومدن نعبه و نتیجه و همه اومدن ریختن اینجا و زمین اینجا سندش سند حق تألیفه. سند حق تألیف یعنی چی؟ یعنی چراگاه دام. اینجا چراگاه دام؟ بله. اینا اومدن ریختن اینجا و دیدن خب زمین قیمت پیدا کرده، همه رو اومدن ساختن و با اون ساختن و با این ساختن و همه رو خونه ساختن. الان دیگه دامم اینجا بخواد بیاد با اینا نمیتونه بیاد که نمیتونه بیاد، اگرم بیاد باید با اینا اره بده تیشه بگیره دعوا کنه دیگه. اینجا در حقیقت چراگاه دام شما بوده قبلا، درست میگم؟ اینجا من تنها دامدار این منطقه هستم و اینجام چراگاه دام بوده. متری الان اینا چنده به نظر شما؟ اینا حداقل از متر 1 میلیون تومان به بالا این اراضی ارزش افزوده داره و قطعاً هم میتوانند افراد با مشاوره حقوقی و وکیلایی که میگیرن و ثروت و درآمدهایی که دارن میتونن در اجرای قانون تسریع ایجاد کنن و موفق بشن که به اسناد مالکیتشون و یا پایانکار یا جوازشون دست پیدا کنن. ببینین خیلی جاها هست که اصلا مجوزی در کار نیست. برعکس صحبت‌های آقای اژه‌ای، حالا میرسیم بهش، سخنگوی قوه قضاییه که میگه رفتیم دیدیم همش مجوز داره. اینجوری نیست. تو همین لواسون منطقه خارج از محدوده، فقط پارتی و زد و بند در کاره، نه مجوز. چقدر متراژ این منطقه؟ 321,000 متر این بره. هنوز مجوز ساخت ندادن بهش، دادن یا داره میگیره؟ مجوز اومدن شب و روز ساختن با شهردار و مهردار رو ساختن و اینجا هر کدوم که اومدن دست کشتن روش همه‌شون تیلیادرن. اومدن زمین مردم دیدن چه ضبط کرد. ببینین این کارا رو، این شیوه تصرف زمین و به زور در واقع با قلدری قبل از اینکه بقیه هم واردش بشن، صادق لاریجانی رئیس فعلی قوه قضاییه، برادرش ممجواد لاریجانی که معاونشه، اینا انجام دادن تو ورامین. تجربه اصلی مال لاریجانی هست. چند تا سند هست که خوب نگاه کنین، مال زمینخواری ممجواد لاریجانی معاون قوه قضاییه تا برسیم به سندهای زمینخواری داداشش رئیس قوه قضاییه. اردیبهشت 87 نامه وزیر جهاد کشاورزی است به شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه که از او خواسته در برابر تصرف عدوانی بیش از 330 هکتار زمین در اطراف ورامین توسط محمد جواد لاریجانی اقدام کند. تصرف عدوانی یعنی چی؟ یعنی تجاوزگرانه، یعنی غصب کردن. یعنی به صراحت نوشتن آقای محمد جواد لاریجانی غصب کرده این زمینا رو. آقای رئیس قوه قضاییه، ایشون برادرشونن که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستن. این نامه رو که سندش رو دیدین، نه فقط آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه قبل از این فعلی نادیدش میگیره اون نامه رو، که حتی آقای محمد جواد لاریجانی 5 ماه بعد، یعنی مهر 87 نامه می‌نویسه به همون شکایت کننده، یعنی وزیر جهاد سازندگی وقت، که آقا چرا زمینایی که من برداشتم و به اسمم ثبت نمی‌کنین؟ 4 خرداد 88، یعنی 8 ماه بعد، سازمان جهاد کشاورزی قم افشا میکنه که داداش من جوادم زمین خاره، آقای صادق خان. توضیح این است که سال 73، یعنی 3-4 سال قبل از این نام پراکنیا، صادق لاریجانی یه مزرعه میخره به نام پیراحمد در حدود 70 کیلومتری قم
و چند سال بعد مدام زمین‌هایی با عناوین مختلف اطراف اون زمین که خریده بوده تصرف میکنه. حالا چند خریده بودن باید رفتید، زمین‌ها رو تصرف میکنه، طوری که الان 1/3 زمین‌های اطراف ورامین مال لاریجانیاست. همین سندها نشون میده که ممجواد لاریجانی بیش از 340 هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین رو تصرف کرده. چند ده حلقه چاه زده اونجا، چاه غیر مجاز، بیش از 900 رأس گوسفند و بیش از 200 شتر به صورت غیر قانونی در دامداری‌های احداث شده در اراضی تصرف کرده، نگهداری میکنه. ببینید یکی از سندان نامه است از وحید حقانیان، رئیس دفتر ویژه خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، که به رئیس دفتر ویژه هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، نوشته که به تصرفات غیرقانونی اراضی منابع طبیعی منطقه ورامین رسیدگی شود. که رئیس دفتر رهبر اینو می‌نویسه 3 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. یه نکته ظریفی اینجاست که البته مهمه. یادتونه دیگه که شبی که هنوز وزارت کشور اعلام نکرده بود که احمدی نژاد سال 88 مثلا پیروز شد، گفته شد که علی لاریجانی شب انتخابات که میرحسین موسوی اعلام کرد پیروز شده، علی لاریجانی بهش تبریک گفت. این پیچید این خبر همون موقع و واقعی هم بود. ببینین وحید رئیس دفتر رهبر بلافاصله برمی‌داره این نامه رو میفرسته به قوه قضاییه که به برادران لاریجانی بگه که ریشتون گروه، تبریک مبریک به میرحسین نداریم. رئیس جمهور احمدی نژاد همون که ممکن. یعنی بیت آقا از این دزدی‌های اطرافیاش خوب خبر داره. اونجایی میاد میگه جلوشو بگیرین که جایگاه خودش بخواد بره زیر سوال، مثل سال 88. اما به هر حال پرونده هر دو برادر در قوه قضاییه که دیگه الان ملک تلقشونه فعلا بازه. این پرونده بسته نشده. طبق این سند صادق لاریجانی 10 هکتار زمین در حومه ورامین تصرف عدوانی میکند. عرض کردم یعنی غصب میکنه. اینا نوشته شده تو این سند و به زور از کشاورزا میگیره و توش گاوداری راه میندازه. و گفتم 1/3 زمینای اطراف ورامین مال شیخ صادق و برادرش ممجواده، غیر قانونی، بنا به اسناد خود حکومت. ازشون رسما شکایت میشه، اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که 2.5 ماه بعد از نامه حقانی بیت رهبر به دفتر شاهرودی رئیس قوه قضاییه، رهبر حکم میده که همین صادق لاریجانی که طبق این اسناد زمین خاره خودش بشه رئیس قوه قضاییه. حالا بره پرونده زمین خاری خودش و داداشش رو رسیدگی کنه. به هر حال تو همین دعواها و اختلافات سیاسی است که یه سری چیزا از پرده بیرون میفته. گفتم نمونهشو نامه بیت رهبر به لاریجانی سال 88. حالا تو این مجلس شورای اسلامی این اختلافات خب بیشتر طبیعتا. یکی از نماینده هایی که این وسط گیر میفته در واقع دکتر، طبق نوشته خود ایشون، دکتر حاج صفر نعیمی رز، نماینده آستاراست که بالای صفحش نوشته مدال افتخارم نوکری مردم و ولایت است. بعد ایشون با این مدال نوکری تو دعواش با پیرمؤذن نماینده اردبیل زمینخواریش فاش میشه. امام جمعه اردبیل هم تو دعوای اردبیلیا و آستارایی‌ها ظاهرا، حالا البته نماینده اردبیل اصلاح طلب، مثلا نماینده آستارا پیرو نمیدونم چه خط امام که از اصولگرایانه. امام جمعه اردبیل میاد کمک نماینده اردبیل پیرمؤذن و نامه میفرستن به دولت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور. و خلاصه حالا این آقای خاطی کی هست؟ آقای خاطی، آقایی که متهم است به زمینخواری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، صفر نعیمی رز. ایشون آمده با چند تا از دوستاش که همه اسامیشون البته محفوظ است، بیش از 70 هکتار اراضی منطقه‌ای و خارج از محدوده در حیران رو گرفته و در روستای قرسو 17 هکتار از اراضی کنار ساحل به پسر حاج صفر نعیمی رز و خبرنگار دوست ایشون، یعنی دوست حاج صفر، واگذار شده و اسناد این مسئله نیز موجود است. بعد این حاج آقا دکتر میاد چیکار میکنه؟ یه مصاحبه میکنه با خبرگزاری وابسته به دولت ایسنا
که براتون یه چند سطرشو میخونم، میگم همدیگه رو افشا میکنن که البته اگه کسی بخواد معنی فرار به جلو رو بدونه اینجوریه داستان. نعیمی رز ضمن اعلام حمایت از تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه حیران گفت من از مسئولین میخواهم برخوردها را از من، خانواده و فرزندانم آغاز کنند و اگر زمینی را گرفتم و آن را غصب کردم از همینجا برخورد را شروع کنند و به تخلفات جرائم کسانی که به این ساخت و ساز غیر مجاز دست دادند رسیدگی کنند. بعدم میگه پیر مؤذن خودش دزده. پیر مؤذن میگه واگذاری 10 هکتار از زمین‌های پشت بازارچه مهدی در همین 3 سال، بازارچه مهدی به قول امروزی در همین 3 سال در ساحل آستارا به قیمت متری 150,000 تومان که ارزش آن حداقل متری 3 میلیون تومان است، با لابیگری چه کسی اتفاق افتاده؟ این زمین‌ها به آشنایان چه کسی واگذار شده؟ میگه همه زیر سر نعیمی رز، نماینده آستاراست. آشناهای اونن و اسنادش هم داده شده به کمیسیون اصل 90 مجلس و قوه قضاییه. پای کیا وسطه؟ پای وزارت مسکن، جهاد کشاورزی، استانداری و بخشداری. نماینده این مجلس هم خب با همینا بارشو بسته دیگه. یک نمونه روشن‌تر اجازه بدین تو مجلس بشنویم مقداد نجف نژاد، یک نماینده مجلس، علیه احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس. آقای توکلی، شما هم میتونید همچین ادعایی کنید؟ شما که پرونده زمینخواریتون کاملا روشن هست. شما چند هزار متر زمین فقط در شهرک غرب از بنیاد مستضعفان شخصی گرفتید. تازه متعهد شدید 20% برای یتیمان عوایدش بگذارید. بترسید از آه یتیم که اونم پرداخت نکردید. الان قیمت اون زمین که به ثمن بخش با تخفیف به شما فروخته شد 10 میلیارد تومنه. غیر از این شما چند هزار متر زمین در منطقه ییلاقی دماوند شخصی گرفتید. دست پیش میگیرید پس نخورید. احمد توکلی هم پا میشه به مقداد نجف نژاد، میگه خودت دزدی کردی. به استناد اینکه یک هیئت امنایی تشکیل دادن، خانه جوانی تشکیل دادن، زمین گرفتن از بنیاد مستضعفان، بعداً این زمین رو تفکیک کردن، فروختن. بنیاد مستضعفان ازشون شکایت کرده، دادگاه اول، دادگاه جزایی و عمومی بابلسر ایشونو محکوم کرده، به معامله باطل اعلام کرده، تصرفات شخصی دونسته، خلاف شرطی مضبوط در قرارداد. بعد رفت تجدید نظر، در دادگاه تجدید نظر قاضی محترم ضمن اینکه گفته که بنیاد حقی نداره چون معاملش تموم شده، تصریح کرده که حق مردم بابلسره که شکایت کنن و زمین رو پس بگیرن از این دست این آقایون، برای اینکه این زمین در غیر محلش مصرف شده. بنیاد مستضعفان تقاضای اعمال ماده 18 کرده. ماده 18 تقاضاش رفته توی قوه قضاییه. 3 تا کارشناس مستشار عالی مقام نظریه دادن و گفتن که این کار تخلف بوده. من جمله‌شو میخونم: علاوه فروشنده به هیچ وجه راضی و متمایل به واگذاری زمین در جهت منافع شخصی که پول آن به جیب چند فرد صاحب نفوذ می‌رود نبوده است. ثانیاً با عنایت به محتویات پرونده و نامه فرماندار محترم شهرستان بابلسر چنین مؤسسه‌ای وجود خارجی نداشته است. آقای توکلی، الان بحث ازن تموم شد. ما الان نمی‌خوایم اینجا قضاوت بکنیم. من فقط از این قضاوت نمی‌خوام، قضاوت شده. این نظریه کار مستشاری میره نزد مقامات زیرفت، اعمال ماده 18 اجازه میدن، دادگاه تجدید نظر هم ارز در مازندران تشکیل میشه و حکم ابطال معامله میده و تمام تخلفات رو تایید میکنه و دستور میده که قلقم بشه تمام ساختمانایی که ساخته شده. این زمین ها تفکیک شده، فروخته شده به یکی از خریدارانش، یکی از بدنامترین و متخلفترین صندوق‌های اعتباری هست. ببینید یه خود مفصل پخش کردیم برای اینکه این خلاصه دستتون بیاد که امیدوارم آماده باشه. آقا نماینده مجلس، در مجلس، تو مجلس هم صحبت شده. آقا محکوم شده، پرونده براش تشکیل شده و محکوم شده. ایشون نماینده مجلس همچنان هست، یعنی صندوق خیریه درست کرده قلابی و بر اساس اون کلی به جیب زده، بعد محکوم شده.
صحبت خواهیم کرد درباره اینکه این نماینده ها رو باید باشون چه کرد، یعنی در قانون خودشون. خب و صندوق اعتباری که توضیح میده آقای توکلی، این صندوق اعتباری که دربارهشون قبلا برنامه داشتیم صحبت کردیم، نمونه‌هاشون رو گفتیم که بیش از 1 میلیون آدمو فقط 2 تا از این صندوق میزان و پدیده بدبخت کردن. اینجوری در ارتباط با نماینده های ملت بابای ملت در میاد. خود زمینام که شنیدین، هر دو که مشتهم و وا میکنن از کجا گرفتن و مصرف شخصی کردن؟ از بنیاد مستضعفان، یعنی از ثروتمندترین نهادهای حکومت اسلامی که با جمهوری اسلامی که با مصادره اموال کفار تبدیل شد به بزرگترین ملاک ایران و فقط به رهبر پاسخگوست. میدونید دیگه این غنایم و اینجوری در اختیار افراد سپاه اسلام قرار میده. اینا رو بی خود من نمیگم، همون مفهومی است دقیقاً که آقای خمینی در بهشت صحرا از غنیمت جنگی گفت و برمیگرده به صدر اسلام. حالا ببینید دیگه. بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. ببینیم، من منظورم دقیقاً اون قسمت غنایم اسلامه. یعنی هر جا که سپاه اسلام در جنگ با کفار پیروز میشد در صدر اسلام، اموالی که به غنیمت میگرفت با حکم خلیفه مسلمین تقسیم میشد بین مسلمین، بین سپاهی. همین نگاه آقای خمینی دارد به انقلاب 57، به قدرت رسیدن خودش و روحانیون شیعه رو پیروزی سپاه اسلام بر طاغوت و سپاه کفر میدونه و آنچه به دست آمده است رو غنایمی که از کفار گرفته. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن. خب تکلیف روشنه. این غنایم چجوری تقسیم میشه بین سپاه اسلام و مسلمین؟ اگر با خلیفه بیعت کردی، از غنایم که مال است و زن نصیبت میشه. اگر بیعت نکردی، یا باید جزیه بدی یا کشته بشی. کشته ها رو که میدونیم در همه 37 سال گذشته. جزیه چجوری میگیره خلیفه اسلام از کسایی که بیعت نکردن باهاش؟ یکی از مراحلش مصادره اموال. از مصادره همه سازمان‌ها و باشگاه و ساختمان‌های دولتی گرفته تا خونه‌های مردم و اموال مردم و درست کردن ستاد اجرایی فرمان امام که امروز ثروتمندترین نهاد زیر کنترل خامنه‌ای است و چقدرش هم رفت تو شکم بنیاد مستضعفان، چقدرش هم رفت تو شکم بنیاد شهید. مصادره و تصرف جان و مال و ناموس کفار حق سپاه اسلام و خلیفه مسلمین بوده و هست. آقای خمینی همینو میگه. همون اول انقلاب گفت اینها از غنایم اسلام است. حق سپاه پاسداران ولی فقیه و دولت اسلامی است. زمینخواری و تصرف عدوانی که از قاضی القضات و حکومت اسلام صادق لاریجانی گرفته تا نماینده های مجلس و مدیران ارشد دولتی آلودشان، تصرف زمین و مراتع و باغ‌هایی است که جزو غنایم اسلامه. سال 57 به دست سپاه اسلام افتاده طبق گفته آقای خمینی. بعد برای اینکه ظاهر قضیه هم حفظ بشه میگن از فلان طرح و تبصره قانونی استفاده کردیم. خب به هر حال تو دنیای امروز دارن زندگی میکنن دیگه. میگن از این و اون استفاده کردیم که این زمینا رو گرفتیم. چند تا ویلا درست شده تو این دهتون؟ از 1000 تا بیشتر. اگرچه ویلا سازی در حیران از زمان اجرای طرح هادی روستایی شروع شده، اما این ساخت و سازها پا را فراتر از طرح هادی گذاشته. درست حد مرز طرح هادی با خارج از طرح وایساده. حالا این خارج طرح خیلی ساختمون سازی شده. بله، رفتن کمیسیون ماده 1 تفسیر 1 ماده 1 امور اراضی تغییر کاربری گرفتن. حالا این طرح هادی روستایی چیه؟ این دی 78 تو هیئت دولت خاتمی تصویب میشه. 6 تا هدف براش تعریف میشه که اگه وقت باشه حالا من جزئیاتش هم بعداً خواهم گفت. به هر حال خلاصش اینه در مجموع که براتون میخونم. افزایش که نوشته شده همونجا، افزایش راندمان کار روستاییان، بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها، جلب سرمایه گذاری در روستاها، تکمیل و اصلاح چرخه تولید مصرف روستایی، پیشگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها، که در واقع همین بند آخر طرح
در واقع زمینه اصلی طرح، یعنی ایجاد اشتغال برای محلی‌ها و روستایی‌ها بستر اصلی این طرح. در حالی که هر جا این ساخت و سازها و زمین‌خواری‌ها شده محلی‌ها بدبخت شدن. آقای یوسفیان ملا عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی میاد توضیح میده، بشنویم. دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودن اونجا شروع کردن به ویلاسازی، شروع کردن به ساختمان‌های میلیاردی. از مجلس هستن، حالا گذشته حال فرقی نمیکنه، از دستگاه‌های اجرایی افراد، به هر حال اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف عرشبت دریا جاده رو کلا ساختن، این طرف جاده رو کلا این 384 کیلومتر ساختن، حالا ریختن در روستاهای شمال، اونجاها هم دارن میسازن. زمانی که پیکنی داره شروع میشه برای تجاوز به اراضی کشاورزی، همون وقت اقدام بشه، نه اینکه صبر بکنن ساخته بشه و برق بدن، گاز بدن، آب بدن، ساکن بشه، بعد بگن 2 سال الان ساکن، حالا شما تازه تخریبش کنید. حالا برمیگردیم به همه این صحبت‌ها. ببینید رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگه پرونده حیران محرمانه است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران از نهایی شدن گزارش این سازمان در خصوص تخلفات زمینخواری گردنه حیران خبر داد. وی تصریح کرد به دلیل محرمانه بودن این گزارش از بیان جزئیات آن معذورم. همین، زحمت کشیدیم، گزارش داریم اما نمیگیم. ربطی هم به نمیدونم مسئله سیاست خارجی و جاسوسی و امنیت مملکت اسلامی در برابر تهاجم فلان و بهمان و اینام نداره. زمین خاری است، مردم نباید بدونن، محرمانه است. چراییشو حالا در بخشی از برنامه شنیدین، باز خواهید شنید. آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 8 شهریور، همین چند روز پیش، میاد میگه تقریبا همه ساخت و سازهایی که شده است با مجوزه. این ساخت و سازها از سال 82 شروع شده. قریب به اتفاق این مواردی که اینجا ساخت و ساز شده با مجوز بوده. بنیاد مسکن نمایندهش بوده، نماینده استاندار بوده، نماینده جهاد کشاورزی بوده، نماینده راه شهرسازی بوده. اونا اومدن مجوز را صادر کردن. حالا ما اون کسی که مجوز داده رها کردیم، اومدیم این کسی که مجوز گرفته و ساخته امروز میگه مقصر هستید، باید تاوانشون پس بدید، ساختمونت هم خراب بشه. آیا چنین کسانی که مجوز را صادر کردن و حقی نداشتن امروز به اونا برخورد شده؟ برخورد میشه؟ حداقلش به عنوان تخلف اداری با اونها برخورد شده؟ چرا نشده؟ ببینید این جالب ترین قسمت این اطلاع رسانی آقای سخنگوی دستگاه قضا است. میگه آیا با مقصرین برخورد شده؟ مثل اینکه مثلا ایشون شاکی علیه قوه قضاییه، میگه آقا چرا برخورد نمی‌کنی؟ زمینخواری و کلاهبرداری و ویلاسازی غیر مجاز که مجوزاش غیر قانونی بوده، حالا به قول ایشون مجوز مثلا داشته و یک منطقه رو بی‌هویت کرده و کلی ضرر زیست محیطی، اقتصادی، بومی به مملکت و به مردم زده. این آقا میگه آیا کسی هست با اینا برخورد کند؟ این آقایی که سخنگوی قوه قضاییه است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت بنده در روز رأی اعتماد با آقای روحانی و با آقای جهانگیری در خصوص قانون مقابله با فساد صحبت کردم و 1.5 سال هم برای تدوین آیین‌نامه آن وقت تعیین شد که در این فرصت متاسفانه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته نشد. قانون مقابله با فساد در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان با آن ایراد گرفت که برای حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شد. هنوز معلوم نیست چه زمانی از مجمع به مجلس ارسال شود. همه این موارد نشان می‌دهد که عزم راسخ در مبارزه با فساد وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ مصطفی افضلی فرد نماینده مجلس با اشاره به شناسایی شماری از مسئولان اجرایی متخلف در موضوع زمینخواری گفت این افراد مسئولان دستگاه اجرایی در استانهای تهران، مازندران، گلستان، سمنان، گیلان و البرز بودند که آنها را با مستندات به مقامات مافوق آنها معرفی کردیم، یعنی به دولت، تا از سمتشان عزل شوند و برخورد لازم با آنها شود. بعد ببینید چجوری برخورد میشه. میگه متاسفانه هیچ برخوردی با این افراد نشد و تنها در یک مورد فرد مورد نظر اخراج شد. چرا؟ که آن هم پس از همکاری‌های وی در مبارزه با زمینخواری از سمت خود برکنار شد.
در یک مورد دیگر فرد معرفی شده به عنوان متخلف از سمت خود به بخش بازرسی منتقل شد تا در حوزه نظارت بتواند همکاری بیشتری با زمینخوارها داشته باشد. افضلی فرد نماینده مجلس خاطر نشان کرد در برخی مناطق به حدی زمینخواری گسترش یافته که دیگر زمینی برای زمینخواران نمانده و آنها به جای زمین باید یکدیگر رو بخورن. یه نفر اخراج شد چون اومده با این نماینده، با همین آقای افضلی فرد و کسای دیگه که از پرونده زمینخواری خبر دارن و دنبالشن همکاری کرده، پس اخراج. بعد یه نفر از همین زمینخوارا که اسمشو به عنوان متخلف و زمینخوار و مجرم داده بودن به دولت آقای روحانی میاد ارتقاء مقامش میده. اونم تا کجا؟ میفرستتش بخش بازرسی و نظارت تا بتواند همکاری بیشتری با زمینخوارها داشته باشد. بهش میگن برو خودت تو بازرسی کن تا میتونی نز رو بشه. همه این اسامی هم روشنه. این شاهکارا که اتفاق میفته تو همین شهریور 94 که گوش فلک پر شده است از خطابه های دولت روحانی و شخص آقای روحانی درباره مبارزه با فساد. آقای خداکرم مرادی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع میگوید هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی ممنوع است. گردنه حیران آخرین منطقه حفاظتی استان گیلان است که بر اساس ضوابط و قوانین موجود برای هر گونه ساخت و ساز در آن باید از 3 اداره منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری استعلام دریافت شود. اما مدتی است استعلامی نمی آید ولی ساخت و سازها انجام می شود. علی رسولزاده رئیس دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی میگه حجم تخریب طبیعت در گردنه حیران به عنوان منطقه گردشگری و طبیعی بکر غیر قابل جبران است. طی سالهای اخیر ویلاسازی‌های متعدد و تخریب کاربری مراتع طبیعت حیران طبیعت حیران را با تهدید مواجه کرده است. در گردنه حیران با تخریب 50% مراتع ما شاهد 400% افزایش فرسایش خاک هستیم. عمده تهدیدی که بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات علمی پیش بینی می شود تهدید سیلاب است. تغییر کاربری مراتع موجب شده است با تجربه یک بارش شدید حجم روان آبها به شدت افزایش یابد. این حجم از آب روان خود یک سیلاب ویرانگر است. خب ببینید رسانه ها و یکی دو تا آدم مثل یوسفیان ملا ولکن نیستن این ماجرای زمینخواری حیران رو بد جوری تو بوق میکنن. آقایون میان بالاخره چاره ای نیست، قضیه گور گرفته، چند تا ویلا رو خراب میکنن. کدوما رو؟ سازمان جهاد کشاورزی گیلان 19 سازی غیر مجاز رو که در خارج از طرح هادی ساخته شده بود تخریب کرد. این مواردیه که دیوار کشی کردن و ویلاهایی که اصلا انشاب ندارن در حال ساخت ساز هستن. تخلفم بود، چرا اون موقع 3 سال پیش اینجا رو تخریب نکردی؟ کجا بود؟ این دیوار و این نوع بتونی که زدن کاملا مشخصه، این کمتر از 1 ساله و کمتر کاملا مشهوده برای ما. این موارد فرض 1 سال، شما این 1 سال جهاد کشاورزی چرا نیومدی نظارت داشته باشی؟ ما تخریب میکنیم. اون کاتاپولوکا موندن اومدن تازه‌گذار گفتن که سر ماش هستن فقط. چرا اون 2 تا خونه‌ای که درست کردن اونا رو خرابش نمی‌کنین؟ رفتن مراحل قانونی خودشون رو طی کردن، تو کمیسیون مطرح شده و کمیسیون مستقر در استان دبیرخانه‌اش بهش جواب مثبت داد. قرار ویلا تخریب بشه، ویلاهایی که پایین‌تر مال یا مال هر کسیه، اگه زورشون به اونا نمیرسه، زورشون به یه سری از این روستایی‌های این منطقه میرسه که این نشو تخریب. بله اون بوق و اینا برای همون پرونده محرمانه است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگه. این ضعیف کشی در واقع حرف من یا خبرنگار سیما نیست که این گزارش رو تهیه کرده، حرف خود آقایون هم هست. اما کی وقتی گیر میافتن خود آقایون میگن مافیا هست، مافیای زمینخواریه. دیگه فرصت نداریم که مصاحبه سردار رادان رو پخش بکنیم که میگه آقا غیر از اینکه این مافیاست حرف دیگه ای میشه زد. منتها همیشه دزد خودش داد میزنه میگه آقای دزد بگیرین. تو مملکت ما مافیا مگه میشه تو دولت و دستگاه قضایی و مجلس آدم نداشته باشه، نفوذ نداشته باشه؟ اون دیگه اسمش مافیا نیست که.
همین مافیا میره جنگل‌های شمال رو تصاحب میکنه یا میره بلند مرتبه سازی میکنه تو قلب تهران. سپاه پاسداران داره چیکار میکنه؟ پروژه اطلس میبره بالا تو میدون سپاه. عمارت کلافرنگی رو کاملا کور میکنه که حتما دیدین، امیدوارم دیده باشین. هم باش مخالفن، از وزیر شهرسازی گرفته تا شورای معماری و شهرسازی. شورای شهر میره ازش شکایت میکنه. از کی شکایت میکنه؟ از سپاه. گوشش به حرف هیچکی بده کار نیست. سپاه پروژه اطلس رو تا کیش و قشم هم میبره، هیچکی بهش کاری نمیتونه داشته باشه، فقط به رهبر پاسخگوست. تازه اینایی که اشاره هایی کردیم مال اسم و رسم داراست که صحبت میشه. شاید 5% از زمینخواری که وجود داره هنوز افشا نشده. هفته پیش خبرگزاری مهر یه گزارش زد بود، برای مثال خدمتتون عرض میکنم، از ساخت و ساز تو دشت ارژن فارس که منطقه حفاظت شده است، ثبت یونسکوه. و بعد نوشته بود که چرا از 2 ماه پیش شروع کردن دارن توش ساخت و ساز میکنن. ببینید وضعیت خبری، سانسور خبری، بیخبری در واقع چقدره که حتی خبرگزاری و خبرنگاری که میره دنبال یه موضوعی نمیتونه بره تحتیشو در بیاره، نمیذارن. شاید چه میدونم، چون 2 ماه نیست، 1 ساله که شرکت کاخ ایرانیان شروع به کار کرده تو دشت ارژن. بهمن ایزدی رئیس هیئت مدیره کانون سبز فارس میگوید این منطقه علاوه بر اینکه خاستگاه شیر ایرانی است، سپر حفاظتی انبوهترین رویشگاه بلوط زاگرس است که حتی نباید اجازه داد سنگی در آن جابجا شود، چه برسد به اینکه هتل و تلکابین که یکی از مخربترین سازه ها در منطقه زیست محیطی است در آن ساخته شود. در سال 1353 4 سال قبل از انقلاب این منطقه حفاظت شده 65,000 هکتاری به عنوان پارک ملی تثبیت شد و در همان سال 53 این منطقه توسط یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره معرفی شد. فاز اول آن که رستوران‌های سنتی و آلاچیقاش هست به بهره برداری رسیده. در فاز 2 تلکابین، هتل 5 ستاره و همینطور مجموعه بازی‌های تفریحی و شهر بازی هست و همینطور سالن بیلیارد و بولینگ و پاتیناژ که انشاءالله به بهره برداری کامل برسه و به عنوان یک برند مجموعه کاخ ایرانیان در خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر ایران. خب سند اینجا به اسم سازمان محیط زیسته که میگه شکایت هم کردیم به قوه قضاییه. اینجا پارک ملیه، یعنی قانونا به هیچ وجه قابل واگذاری یا فروش به هیچ کس نیست، اما همچنان داره کار تخریب این منطقه پیش میره. خب مگه میشه دست خود حضرات تو کار نباشه؟ 20 مرداد 94 فتحی معاون فرهنگی مجمع محبین، همین شخص، گفت با بررسی و بازدیدهای انجام شده از 3 اردوگاه با توجه به امکانات، فضا و شرایط موجود، اردوگاه کاخ ایرانیان دشت ارژن برای برگزاری اولین جشنواره استانی استانهای فارس و کرمان انتخاب شد. چند تا امام جمعه و تبلیغات اسلامی و معاونت دولتی و اداری پشت این قضیه و بسا سپاه و بسی چه میدونم. چجوری این آقای ظاهر و صلات حزب اللهی که دیدین عکسشو میره این تشخیص رو میده و اینجا نخستین جشنواره استانی برگزار میشه تو این پارک ملی که اصولا تملکش غصبی و غیر قانونی است. برگردیم به اون اولین سخنرانی آقای خمینی در ایران سال 57 که پخش کردیم براتون. شاید منطق آقایون روشن بشه وقتی آدم برمیگرده به اون سخنرانی. بذارین پاسخهای تلفنی آقای دکتر قاسم شعله سعدی، حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد اخراجی دانشگاه تهران رو بشنویم به چند پرسش در همین زمینه در این فرصت باقی مانده از برنامه امشب صفحه آخر. آقای شعله سعدی، این که صحبت می شود که اگر مجوزی در زمینخواری و ساخت و ساز در کار باشه با توسل به تبصره 1 ماده 1 امور اراضی است، این که پخش کردیم یکی لااقل از چیزایی که بهش توسل می جویند همین تبصره 1 ماده 1 امور اراضی است. این یعنی چی؟ تبصره 1 این ماده 1 که شما فرمودید برای جلوگیری از تغییر کاربری هست، منتها چون بعضا طرح‌های لازم است اجرا بشه در کشور و به ناچار باید این اراضی اختصاص پیدا کنه برای اجرای اون طرح‌ها،
این قانون پیش بینی کرده که یک کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد سازندگی و رئیس امور اراضی و مدیر کل سازمان محیط زیست و همینطور مدیر کل مسکن و شهرسازی با حضور نماینده استانداری در هر استان تشکیل بشه که ضرورت تغییر کاربری رو که به طور استثنایی ممکن هست ایجاد بشه و ضرور باشه یک زمین کشاورزی و یا یک باغی کاربرش تغییر بکنه، این کمیسیون میتونه این تشخیص رو بده. خب تصمیم این کمیسیون باید عمل بشه، لازم الاتباس در همه ادارات دولتی. بنابراین راهنمایی و سوء استفاده از همینجا شروع میتونه بشه، از همین افراد عضو کمیسیون. برای همینه که پرونده کامران دانشجو وزیر علوم احمدی نژاد که قبلش استاندار تهران بود سر زمینخواری لواسون میره قوه قضاییه، چون اون امضا کرده بود این زمینخواری‌ها رو. حالا چی گرفته بود دیگه الله اعلم و قوه قضاییه الاعلم. کارش نکردن، نمیکنن. اژه‌ای هم میاد میگه 90% ساخت و ساز ایران با مجوز بود. از طرف دیگه بخشیش دست کم در منطقه حفاظت شده ویلا سازی شده، یعنی تو منطقه‌ای که نمیتونن و نباید کاربریشو تغییر بدن. حالا پرسش این است که آیا دستگاه قضایی میتونه اون مجوزا رو باطل بکنه، اونایی که قبلا داده شده؟ اینکه این مسئولین بیان برخلاف مقررات مجوزهای صادر بکنن، اینها اصلا مرتکب جرم شدند و باید مجازات بشن. مجازات هم قانون تعیین کرده. کسانی که این مجوزها رو صادر کردن برای کاربری خاصی، موقع اون کاربری در واقع که ارزش افزوده داره، قانون پیش بینی کرده که اون مأمور مجازاتش این هست که از 1 تا 3 برابر ارزش روز با فرض تغییر کاربری که در واقع ارزش افزودهش یعنی باید محاسبه بشه، باید به جزای نقدی محکوم بشه و به انفصال از خدمت دولتی هم. حتی برای دفاتر اسناد رسمی که چنین اسنادی رو صادر کنند مجازات تعلیق و حتی در مواردی حبس پیش بینی کرده. ببینید از نظر حقوقی آیا اگر نماینده مجلسی در دادگاه محکوم بشه به زمین خواری که اشاره کردیم، همچنان میتونه نماینده بمونه؟ تو قضیه 3000 میلیارد غارت بیت المال باز اسم بعضی از نماینده‌های مجلس هم برده شد. عرض کنم که همین آقای رحیمی اعلان کرد که به 170 تا از کاندیداهای مجلس که حالا بسیار از اونها هم حالا هم نمایندش هستن پول داده. خب اینا تبدیل میشن به وکیل الدوله طبیعتا. موقعی که دولت پول بده به یک کسی که بره نماینده بشه، تکلیف اون نماینده مشخص است. اینکه نماینده اگر مرتکب جرم شد و محکوم شد، آیا از ادامه نمایندگیش جلوگیری میشه یا نه، قانون صراحتی نداره و در عمل هم ما 1-2 مورد داشتیم که یک نماینده رو محکوم کردن و دیگه نتونسته بیاد مجلس ادامه دورش رو بده، ولی در موارد زیادی هم هستن که نمایندگانی تخلفات گسترده‌ای کردن و از جمله در غارت بیت المال به عنوان متهم اسمشون برده شده، اما هنوز هم سر ما رو گنده در مجلس و دارن به فعالیتشون ادامه میدن. خب حالا این نماینده‌های مجلس هم صادق و هم محمد جواد لاریجانی شکایت شده ازشون درباره زمینایی که به نوشته وحید بیت رهبری غصب کردن، تصرف عدوانی کردن. سرنوشت اون شکایت‌ها چی شد؟ مشکلی که ما داریم این هست که بعضی از مقامات پای خودشون یا بستگانشون و اطرافیانشون گیر هست. مثلا ما داریم در شیراز این امام جمعه صادق آقای حائری به هر حال آدم متنفذی بوده، اراضی ملی رو، خیلی از اراضی که اطراف شیراز بوده رو به هر حال تبدیل کردن به تحت عنوان فلاحت در فراغت تبدیل کردن به باغ شهر با قیمت‌های خیلی کلان هم فروخته شده به افراد. این اراضی که باید آبخیزاری میکرد و
به صورت منابع ملی حفظ میشد تبدیل به این شده. یا بعضی سازمان‌های دیگه ما داریم که اراضی زیادی رو گرفتن. نمونهش من در مرزدشت سازمان تبلیغات اسلامی رو سراغ دارم که زمین رو شناسایی کرده و از امور اراضی و منابع طبیعی این زمین رو گرفته و بعدم فروخته. در همون شیراز ما در شهرک صدرا یادم هست چند سال پیش یک سندی افشا شد که آقای ولایتی دبیر کل وقت مجمع جهانی اهل البیت نوشته بود به مسئول امور اراضی فارس که نمیدونم یک مقدار بسیار زیادی زمین در اختیار این مجمع قرار بده. فرمانده سپاه محل رو هم به عنوان نماینده معرفی شده بود برای امضای سند. یا اگر به اظهارات آقای دکتر خزعلی توجه میشد، اخیراً در یک برنامه شاید با خود شما بود توضیح داد که اراضی جنگلی در شمال مقدار زیادیش در اختیار آقازاده‌ای که یعنی پسر آقای یزدی، شیخ محمد یزدی قرار گرفت که رئیس قوه قضاییه بود و الان هم رئیس مجلس خبرگان هست. و لذا یه مشکلی که ما داریم این هست که بسیاری از مقامات این کارا رو کردن یا بستگانشون. حالا در همین اخباری که اخیراً منتشر شد در گردنه حیران گفتن 500 دستگاه اونجا ساخته شده. خب قرار نیست که ما اراضی ملیمون اختصاص پیدا کنه به ویلاسازی. حتما این اگر بررسی بشه به احتمال زیاد خواهیم دید که خیلی از متنفذین و به هر حال افرادی که در دستگاه‌های حکومتی ارتباط دارن و از رانت حکومتی برخوردار هستن اونجا سرکلشون پیدا میشه. خب حالا آقای شعله سعدی میگین که اگر بررسی بشه، بررسی شده خیلی جاها و برای نمونه سپاه تو جنگل و پارکای ملی و بلند مرتبه سازیش تو میدون سپاه که این بلند مرتبه سازیش مجوز که نداره هیچ، حتی ادارات مربوط هم که اعتراض میکنن گوش نمیده و ادامه میده. سوال مشخص این است که آیا قوه قضاییه نمیخواد برخورد کنه یا نمیتونه برخورد کنه از نظر یک حقوقدان؟ ببینید راجع به عملکرد قوه قضاییه ما حرف و حدیث‌های زیادی هست. گاهی گفته میشه مثلا نهادهای مثل سپاه، پاسداران اینا معاف هستن از مقررات. من نمیخوام این رو نقد بکنم ولی میخوام بگم که در ایران یه مجموعه از تضادها وجود داره. هم گاهی وقتا واقعا کسی زورشون به اینا نمیرسه، هم من تجربه متفاوتی شخصا خودم دارم. یعنی من پرونده هایی داشتم علیه سپاه، علیه بسیج، علیه ستاد اجرایی فرمان آقای خمینی، علیه سازمان تبلیغات اسلامی، علیه نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، تعدادی از وزارتخانه ها و از همین دادگستری من موفق شدم رأی گرفتم و آرایی که علیه این نهادها که گفتم صادر شده به مرحله اجرا هم در اومده. خلاصه کار به اونجا رسید که به دلیل این موفقیت هایی که من داشتم حتی یک تعدادی از قضات دیوان عالی کشور که اختلافی داشتن با ستاد اجرایی و سپاه پاسداران از من درخواست کردن که وکالتشون رو قبول بکنم. میخوام بگم در ایران همه چی ممکن است. هم واقعا یک جای ممکنه دستگاه قضایی هم کم بیاره و کوتاه بیاد و خیلی جایی که باید مجازات کنه مثلا این کار رو نکنه، معاف بشه. و یا مواردی هم مثل همیشه که من عرض کردم وجود داره که می شود رأی گرفت و رأی رو اجرا هم کرد. هر دو اینا توی ایران هست و لذا به نظرم در مورد عمل کرده قوه قضاییه ما یک حالت دبل استاندارد داریم. خب ببینید اصولاً حالا با توجه به این دبل استاندارد و اون کیسایی که آقای شعله سعدی فرمودن که میتونه یه استثناء باشه، اصلا میشود امیدی داشت به اینکه واقعا زمینخواری باش مقابله میشود یا بشود؟ روح قانون روح خیلی مثبتی هست. حتی راجع به اراضی کشاورزی جنگلی که در مثلا جنگل ها قرار داره اما جنگل نیست، به صورت زمین کشاورزی هست، قانون پیش بینی کرده که
اگر صاحبان این زمین ها که معمولا زارعین صاحب نسق هستن این زمین ها رو بدن به دولت باید زمین معوض بهشون بده، حتی بیشتر از اون زمینی که واگذار میکنن، تا دولت بتواند اون زمین ها رو تبدیل به جنگل بکنه. یعنی روح قانون روح این است که جنگل ها و مراتع توسعه پیدا بکنه و اونجایی که ضرورت داره برای پروژه های دیگر مثل پروژه های صنعتی و غیره، اون به صورت استثناء پیش بینی شده. اونم یک کمیسیونی به اون ترتیبی که من گفتم باید رسیدگی بکنه، نظر کارشناسی بده، بعدم وزارت کشاورزی و جهاد کشاورزی باید نظارت مستمر داشته باشه بر اجرای اون طرح‌ها. هر جا تخلف دید میتونه زمین رو پس بگیره. خیلی پیش‌بینی‌های جالبی داره در قانون، اما در عمل ما نمیبینیم. فقط اخیراً موارد استثنایی من سراغ دارم که اومدن یقه یک کسی گرفتن مثلا برای 2000 متر زمین، ولی یه مثل ما داریم که میگویند که شیر دهن طرف رو سوزونده ولی فوت به ماست میکنه. یا مثلا در این غارت‌های چند هزار میلیاردی من قاطعیت آنچنانی نمیبینم، اما گاهی برای این گند دزدها میبینم مجازات‌های سنگین تعیین شده. یک کسی در یکی از این شهرها اخیراً 1-2 سال پیش که گوسفند دزدیده بود دستش قطع کردن، حکم دادن به قطع دست. اما این 3000 میلیاردها و امثال اینها من واقعا ندیدم که آنچنان برخوردی که شایسته است. البته من نظرم اینه که حتی به مجرم برخلاف قانون برخورد بشه و بیش از اونی که قانون گفته به هر حال بهش تحمیل بشه. بله، بریم پرده آخر. حالا اسلام میگه برای اینکه به حد احتراقی نرسه پماد، زماد، ماساژ بده با سرکه طبیعی. آسونش چیه؟ مثلا میخواد بره تجدید وضو، میخواد دستشویی رفته دفع سموم کنه، حالا یه مش سرکه به اسباب اساسیش، یعنی از زیر ناف به پایین تمام این قسمت ها یه مش سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری میکشه، صبر میکنه با در مجاورت هوا خوشه، بعد با آب میشه، شهوت قطع میشه، از بین میره. ببینین احتراق یعنی آتیش گرفتن. اسباب اساسی هم خودتون معنی کنید.